به خیر باشه. برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایداری رو داریم. البته امروز و فردا در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، به ویژه نواحی جنوبی این استان‌ها، بخش‌های غربی استان کردستان و همچنین بخش‌هایی از شمال شرق کشورمون، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و برای امروز در مناطقی از سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌کنیم که بارش‌های پراکنده رو داشته باشیم. روز دوشنبه هم بارندگی‌های خفیفی رو در مناطقی از شمال غرب کشور، همچنان در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از اردبیل، مناطقی از استان کردستان و بخشی از شمال شرق کشورمون خواهیم داشت که البته بارش‌ها خفیف و پراکنده است. همچنین در مناطقی از استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم و مرکزی هم پیش بینی می‌کنیم که برای امروز و فردا با افزایش سرعت وزش باد رو داشته باشیم. اما انشاءالله از روز سه‌شنبه سامانه بارش‌های فعالی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه. نواحی جنوب غرب، شمال غرب، به تدریج بخش‌های مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر رو در بر میگیره و برای روز چهارشنبه تقریبا در قالب مناطق کشور شاهد بارش باران و برف خواهیم بود. بارندگی در نواحی جنوبی تر کشور به شکل رگبار به همراه رعد و برق و در نیمه شمالی به ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف پیش بینی شده.